سلام خدمت همه دوستداران فیلم و سریال، خصوص کانال مووی پلاس. امروز با معرفی سریال The Swarm یا انتقام در خدمتتون هستیم. یه سریال اصلی کشور آلمان هست که در کشور بلژیک، فرانسه و هلند و آلمان هم فیلم برداری شده. داستان جالبی داره در مورد انتقام موجودات اقیانوس از انسان هاست. این سریال فصل اولش اومده، فعلا 8 قسمته و یه سریال معمایی هستش که داستانش در مورد این که موجودات اقیانوس تصمیم انتقام از انسان ها میگیرن، جایی که خسته شدن از دستکاری انسان ها توی طبیعت و توی اقیانوس، تصمیم میگیرن به انسان ها حمله کنن. حالا راهکاری که دانشمندا میخوان پیدا کنن تا با این اتفاق مواجه بشن جالبه. یادتون نره حتما این سریال رو ببینید اگه عاشق سریال های ماجرایی هستید.